آیین بهایی. موضوع برنامه: طبیعت را پاس داریم. ارائه دهنده دکتر معین افنانی. میهمان برنامه آقای دکتر محمد قاسم بیات. بینندگان و شنوندگان پرارج و گرامی، بار دیگر درود بی پایان و سلام گرم من رو بپذیرید. بسیار خوشوقت هستم که فرصت دیگری دست داده تا با دوست عزیزمان جناب دکتر قاسم بیات به گفتگو و مذاکره بنشینیم. ما در هفته گذشته صحبتی با ایشان داشتیم در مورد مسئله تولید انرژی، علل خصوص نفت و گاز و ارتباط این دو با محیط زیست. البته هفته گذشته چون فرصت نبود که به قسمت دوم این برنامه، به قسمت دوم این مطلب یعنی محیط زیست بپردازیم، این قسمت رو به این هفته موکول کردیم و خیلی خوشحال هستم که جناب دکتر بیات مجددا امروز به ما ملحق شدن. جناب بیات خیلی تشکر میکنم که باز دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی از دعوت مجدد شما متشکر هستم و امیدوارم که صحبت‌هایی که عرضه می‌کنم برای بینندگان و شنوندگان برنامه آیین بهایی مفید و مناسب باشه. البته همینطور هست. برای عزیزانی که در هفته گذشته با ما بودند، بنده این مطلب رو عرض کردم که جناب دکتر محمد قاسم بیات دارای درجه دکترا و فوق دکترا از انگلستان در رشته نفت و تولید گاز هستند و ایشون متجاوز از 25 سال در شرکت‌های تولید انرژی هم به تحقیق مشغول بودند. مقالات متعددی از ایشان در مجلات فنی و علمی منتشر شده در مورد تولید انرژی و مسئله نفت و گاز و همینطور ایشون مدیر عامل چندین شرکت بین‌المللی نفت بوده و هستند و در این زمینه به فعالیت مشغول هستند. علاوه بر این ایشان به عنوان یک فرد بهایی که مطالعات وسیعی در آیین بهایی دارند، تلفیق ایجاد کردند در خصوص تعالیمی که در دیانت بهایی وجود داره در ارتباط با حفظ محیط زیست و همینطور فعالیت‌های شغلی خودشون. ما در هفته گذشته اکثر وقتمون صرف بررسی مسائل مربوط به تولید انرژی، علل خصوص نفت و گاز شد و بنده از ایشان خواهش خواهم کرد که در ابتدا خلاصه اونچه که هفته گذشته برای بینندگان عزیز بیان کرده بودند مجددا تکرار بکنند تا اون دسته از عزیزان که با ما نبودن در هفته گذشته بدانند که صحبت ما به کجا رسیده. در این حال این مطلب رو اضافه بکنم که جناب دکتر بیات صحبت هفته گذشته خودشون رو با این مطلب خاتمه دادند که برای حقیقتاً حل بسیاری از مسائلی که ما در تولید انرژی و مصرف انرژی با اون روبرو هستیم باید به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی توجه کرد. در آیین بهایی تعالیم بسیاری در این مورد وجود داره و در واقع مسئله و روند اصلی برای حل این گونه مشکلات مسئله تعلیم و تربیت هست. تأکید فراوانی رو این شده که باید تعلیم و تربیت هم جنبه‌های روحانی رو در نظر داشته باشه و هم جنبه‌های انسانی و اجتماعی ما رو. برای مثال جناب بیات شما میدانید که ما در شاید 2-3 دهه اخیر در غرب به تدریج یاد گرفتیم که این چیزهایی که مصرف میکنیم و مثلا حالت پلاستیکی یا آلومینیوم اینها دارن که سابقا اینها رو در آشغال مینداختیم، این کار رو دیگه نکنیم و این یه مدت زیادی طول کشید. این احتیاج به یک نوع تعلیم و تربیت هست. بنده در طی سفرها مثلا در جاهای مختلف، کشورهای مختلف مشاهده کردم، حتما شما و بینندگان عزیز هم شاهد این مطلب بودن در جاهای مختلف که مثلا در بعضی از فرهنگ‌ها به خاطر نوع آموزش و پرورشی که وجود داره و منظورم از آموزش و پرورش مسئله فقط کلاسیک نیست، به طور کلی عرض می‌کنم یعنی اجتماعی، ما می‌بینیم مثلا در بعضی از جاها به مسئله نظافت در خونه خیلی اهمیت میدن، اما نظافت محله اونقدر مطرح نیست. من دیدم مثلا در یه جاهایی مثلا خونه رو جارو میکنن، هر روزم جارو میکنن، اما آشغال رو درست می‌ریزن بیرون در خونه‌شون. خب کسانی که میان دوباره این آشغال رو میارن تو خونه با پاشون. این خب یک مثال خیلی ساده و مختصری است از اینکه یک نوع آموزش عمومی واقعا لازم هست و البته همونطور که عرض کردم در دیانت بهایی تأکید فراوان
شده روی مسئله تعلیم و تربیت و آموزش عمومی برای رفع مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیره اینها. حالا با این مقدمه میخواستم از شما خواهش بکنم که در ادامه بیاناتتون که به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی هم اشاره فرموده بودید، یه خلاصه‌ای هم بفرمایید در مورد مسئله انرژی و مشکلاتی که در تولیدش و در مصرفش با اون ما مواجه هستیم و بعد اون وقت برسیم به مسئله اکولوژی و محیط زیست. با کمال میل. در جلسه گذشته صحبت ما در این باره بود که با وجود اینکه تلاش فراوانی در ایجاد صنایع جدید، ایجاد تکنولوژی‌های جدید ما کردیم و روز به روز بر تولید نفت و گاز در دنیا افزودیم، ولی به همین ترتیب کاربرد این انرژی ها هم در دنیا افزایش پیدا کرده و خصوصا در قسمتی از جهان توسعه یافته افراط و تفریط فراوانی هم در این زمینه شده، تا به اونجا که مضمون صحبت من این بود که ما برای ابد نمیتونیم تولید رو بالا ببریم تا معادل با تقاضا باشه. بنابراین به صورت طبیعی داریم به یک جایی میرسیم که صرف نظر از عواقب محیط زیستی هم که این مصرف فوق‌العاده انرژی های فسیلی برای ما داره ایجاد میکنه، حتی اگر اون مطلب رو هم برای یک دقیقه به کنار بگذاریم، عملی برای ما نخواهد بود که دنیا رو به صورت متعادل بهش انرژی از این قبیل برسونیم. بنابراین نتیجه نهایی این هست که ما باید شروع بکنیم راه و روشمون رو در زندگی تغییر بدیم. تا اونجایی که ممکنه وارد صرف جویی هایی بشیم، طریقه زندگیمون رو عوض کنیم که مصرف انرژی رو پایین تر بیاره، احساس عادلانه‌ای نسبت به بقیه بشر هم داشته باشیم، چرا که این منابع فقط ارث ماها نیست، بلکه این برای همه مردم کره زمین هست و در نتیجه تا اونجایی که از دستمون ساخته است باید راههایی فراهم بکنیم که بقیه بشر هم بتونن زندگی بکنن. بیان خیلی زیبایی هست که از رهبر فقید هند عنوان شده، از گاندی، که میگه که دنیای پیشرفته و توسعه یافته باید قدری ساده تر زندگی بکنه تا دنیای در حال توسعه یا توسعه نیافته به صورت ساده اصلا بتونه زندگی بکنه. در نتیجه این مسئله حس عدالت فردی و جمعی هست که ما باید مورد نظرمون باشه. اگر ممکنه نظرتون رو در مورد وضع محیط زیست و اکولوژی که ما الان باهاش مواجه هستیم بیان بفرمایید. بله. عرض کنم که علم اکولوژی یا علم محیط زیست در حقیقت مطالعه زندگی انسان و روابط زندگی انسان با زندگی سایر موجودات و موجوداتی هست که در روی کره زمین هستند، چرا که با یک نگاه دقیق متوجه میشیم که زندگی ما برای بقا و دوامش مجبور هست تعادلی ایجاد بکنه بین خودش و زندگی گیاهان و سایر جانورهای روی زمین. در نتیجه علم اکولوژی تحقیق درباره این روابط هست که ببینیم به چه طریقی ما میتونیم یک نوع همزیستی مسالمت آمیز که نفع همه موجودات روی زمین رو داشته باشه انجام بدیم. ما اگر به کره زمین نگاه بکنیم، شاید در قرن قبل، سالهای 1960 حتی 1970، هنوز تصور عمومی ما این بود که کره زمین فوق‌العاده بزرگه و هیچ راهی نیست که ما بتونیم یک چنین جای عظیمی رو بهش آسیب برسونیم. در نتیجه میبینیم که تمام کشورهای دنیا که مثلا در حاشیه دریاها بودن، اینها هرچی آشغال و فضولات و موادی که نمیخواستن، مواد حتی سمی رو به این دریاها میریختن. کشورهایی که در کنار رودخونه ها بودن، آبهای این رودخونه ها رو آلوده میکردن. کشورهایی که زمینهای وسیع کشاورزی داشتن، میدیدیم به دلیل صنایع دیگرشون در حال آلوده کردن اونها بودن. شهرها هیچ تناسبی با اینکه آیا اون شهر دور و برش به قدر کافی جنگل و درخت و محیط زیبا برای لذت روحی انسانی داره یا نه نداشتن. همینطور این شهرها رو بی‌قواره به صورت آسمان خراش‌های کانکریت میگرفتن، میساختن. این بود که ما تصور این که این کره زمین یک موجود
لطیف و رقیقی هست نداشتیم، تا اینکه آهسته آهسته این آگاهی در ما به وجود اومده. مثلا میبینیم کشورهایی که دور و بر دریای شمال هستند در اروپا، اینها با هم یک کنفرانسی رو گرفتن و نشستن، به این نتیجه رسیدن که همشون در طریقی که با این دریای عظیم شمال دارن برخورد میکنن باید تغییر نظر بدن، وگرنه این سبب بیچارگی همه و از بین رفتن مثلا ماهی در اون دریا برای همشون میشه. بله. به همین طریق کشورهایی که رودخانه‌های عظیمی ازشون رد میشه و غیره. در نتیجه ما داریم متوجه میشیم که این زمین یک وجودی است که البته نمیخوایم بگیم این وجود زنده است، این رو بیشتر خدمتتون توضیح میدم، ولی فرق زیادی با یک وجود زنده نداره. بله. حضرت بهاءالله بنیانگذار دیانت بهایی از پیروانشون میخواند که ماها باید به دنیا نگاه بکنیم، ببینیم مشکلات این دنیا چی هست و تمام تلاش و انرژیمون رو بگذاریم برای حل اون مشکلاتی که دامنگیر جامعه و اجتماع شده و در نتیجه هر کس از هر راهی که داره انجام میده، در هر طریق زندگی که هست، هر طریق تخصصی که داره، باید نقش خودش رو در این باره بازی بکنه. و از اونجایی که تخصص من در نفت هست و البته میدونید شرکت‌های نفتی سوابق بسیار خوبی از نظر محیط زیست ندارن، اکثر اونها درگیر ایجاد مشکلات بسیار بزرگی، چه از لحاظ پراکنده کردن نفت در رودخانه‌ها، در دریاها، در زمین‌ها، آلوده کردن آبهای زیرزمینی و غیره داشتن. در نتیجه برای من هم به عنوان یک متخصص در این رشته هدف همیشه این بوده ببینم چطوری من میتونم به عنوان یک نفر که در این صنعت کار میکنه کارها رو از طریق انجام بدم که این کارها آسیب حداقل کمتری به جامعه بزنه، که البته ایدئالش اینه که هیچ نوع آسیبی نزنه و سبب بهبود محیط انسانی بشه. یکی از مطالبی که وقتی که صحبت از محیط زیست میشه شاید بلافاصله به ذهن انسان خطور میکنه، یا لااقل برای افرادی که مثل بنده تخصصی در این مسائل ندارن، مسئله جنگل ها و درختان هست. و خب میبینیم که چقدر امروز بحث هم هست در رسانه ها در مورد از بین رفتن جنگل ها و آسیبی که به اینها میرسه. میتونم خواهش بکنم در مورد نقش و اهمیت جنگل ها و درختان در کیفیت محیط زیست نظر خودتون رو بیان بفرمایید. مطلب فوق العاده مهمی رو عرض کردید. حقیقتا توجه به این مطلب و آگاهی عمومی از این مطلب سبب تغییر روش شاید جامعه انسانی بشه و نتایج بسیار خوبی در آینده برای ما به بار بیاره. همه ملل و قبایل در روی زمین فلسفه های مختلف داشتن. مثلا به ایران خودمون اگر توجه بکنیم، مطابق آرمان زرتشتی ایران سابق ما، پاک نگاه داشتن زمین و آب و خاک یکی از اعتقادات اساسی این آیین بوده که میبینیم این اعتقادات هم در قالب دیانت بهایی امروز که در حقیقت از نظر روحانی همون بازگشت حقایق آیین زرتشت هست، به صورتی فوق العاده شکوفا نمایان میشه. مثلا یکی از قبایلی که شاید بسیاری در دنیا راجبشون ندونند، اعتقادات قبایل سرخپوست هست. در امریکا یکی از اعتقادات جالب اونها که شاید به ما کمک بکنه ببینیم اهمیتش چیه، اینها میگن که ماها، یعنی ماها به عنوان انسان، زمین رو، یعنی این کره زمین رو و هر چی که درش هست، از اجدادمون به ارث نبردیم، بلکه این رو ما از آیندگانمون قرض کردیم. به عبارت دیگه ماها مسئول حفظ و نگهداری اینها هستیم، اینها مال ما نیست. و در نتیجه اگر انسان خودش رو قیم یا ولی یک مطلبی بدونه، بهش توجه و دقت خیلی زیادتری خواهد کرد. درباره زمین خدمتتون عرض کردم که در بسیاری از عقاید ملل صحبت یا اعتقاد بر این بود که این زمین خودش موجودی است زنده. حتی اون رو به عنوان خدایی با احساسات میدونستن که بهش دعا میکردن و از اون میخواستن که به اونها اون چیزهایی که مورد نظرشون بود مثل محصولات فراوان و غیره رو بده. من این مطلب رو به این صورت عرض نمی کنم. اون چه که ما متوجه میشیم این هست که زمین هم زنده است به همون صورتی که یک درخت زنده است.
یعنی یک درخت با خاک و آب و با انرژی خورشید درگیر هست و هم او رشد میکنه و هم حاصل و نتیجه مثبتی به جامعه خودش میرسونه. در نتیجه زمین هم همینطور هست. این زمین باید به طریقی باش رفتار بشه که سبب ویرانی و خشکیش نشه. چرا که اگر شد، اون چه که زندگیش وابسته به این زمین هم هست ویران خواهد شد. راجع به جنگل ها خدمتتون بگم که اگر ما تصورمون بر این باشه که این کره زمین مثل موجودی زنده هست، یعنی در حال تغییر و تحول هست و اگر بخوایم بهش آسیب برسونیم آسیب میبینه، جنگل ها در حقیقت مثل ریه ها و شش این کره زمین هستند. به عبارت دیگه اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که این جنگل ها، خصوصا درختانی که در مناطق استوا هستند، اینا نقششون این هست که بارونهای فراوان این منطقه رو میگیرن و بعد به تدریج به صورت بخار به روی زمین پخش میکنن و این سبب تعدیل رطوبت روی زمین میشه. همین تعدیل رطوبت روی زمین سبب میشه که گیاهایی که ریشه های قوی مثل درخت ها ندارن بتونن برقرار باشن. از فرسایش خاک که یکی از بزرگترین خطراتی هست که زمین های کشاورزی رو مثلا تهدید میکنه جلوگیری میشه. همین جنگل ها و بخاری که به هوا میفرستن به تدریج در فصل پس از این باران ها درجه حرارت رو پایین نگه میداره، در نتیجه از خشکی بیشتر جلوگیری میکنه، هوا رو مثلا خنک میکنه. به عبارت دیگه جنگل ها برای بقای حیات در روی کره زمین به ترتیبی که ما میدونیم و ازش خبر داریم واقعا لازم و ضروری است. حالا اگر این جنگل ها رو ما گرفتیم، همش رو تبدیل کردیم به مزرعه گاوداری، نتیجهش این خواهد شد که ما به تدریج فاتحه گروه کثیری از انواع و اقسام موجوداتی که در این جنگل ها زندگی میکنن، گیاه های مختلف و فوایدی که دارن خوندیم، به اضافه اینکه خشکی که بعد از اون خواهد اومد گریبانگیر جامعه بشری خواهد شد. جناب دکتر بیات، یک مطلب دیگری که باز وقتی که راجع به مسائل مربوط به محیط زیست مطرح میشه در این دهه‌های اخیر، مسئله جو و اتمسفر و محیط زیست هست و ارتباط اون با کیفیت زندگی انسان که خب الان چقدر داره به این اتمسفر، به این جو زمین داره لطمه میخوره به خاطر نوع زندگی انسان و نوع انرژی که ما داریم استفاده میکنیم و مطالبی از این قبیل. خواهش میکنم توضیحاتی در این زمینه هم بفرمایید. البته در یکی از بیانات حضرت بهاءالله ایشان میفرمایند که یک ماهی در آب زندگی میکنه و ادامه بقاش به آب مربوطه، ولی چون در این آب غرق هست آگاه نیست به اهمیت وجود این آب برای بقاش تا وقتی که اون رو یک ماهیگیری از آب بگیره و به روی ساحل بندازه. اون موقع متوجه میشه که وجودش فقط وابسته به وجود آب بوده. این بیان خیلی زیباییه. حالا ما همین رو میگیریم به عالم انسانی میاریم. ماها به عنوان انسان برای اینکه بتونیم در روی زمین زندگی کنیم احتیاج به این جو داریم، احتیاج به این هوا داریم. میبینیم که اگر این هوایی که برای ما همون اندازه ضروری هست که آب برای ماهی است آسیب ببینه، این هوا دچار مواد سمی بشه، اکسیژنش کمتر بشه، گازهای سمی بهش افزوده بشه و غیره، و یا خدای نکرده مثلا لایه اوزونی که در دور زمین هست غشای فوق‌العاده نازکیه و این نورهای آلتراوایولت و مضر خورشید رو جلوگیری میکنه که نیاد و پوست ماها رو آسیب برسونه. اگر ما یک چنین محیطی رو بهش آسیب برسونیم، البته کاملا مشخص میشه که ما به همون داستان شاعر بزرگ ما هستیم که میگه یکی بر سر شاخ و بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید، بگفتا که این کس بد میکند نه بر کس که بر نفس خود میکند. اگر ما به هر کدوم از شهرهامون این روزه بریم میبینیم که این شهرهای ما هواش فوق‌العاده آلوده است. مثلا هوای تهران ما فرقی با هوای بسیاری از شهرهای دیگه دنیا که آلوده هستند نداره. آیا این هوایی هست که ما میخوایم استنشاق بکنیم؟ دود این ماشین هایی که هوا رو فاسد میکنه البته برای زندگی بشر مناسب نیست. اگر نگاه بکنیم به این کوره های آجرپزی یا کارخانجاتی که مقدار زیادی دود به فضای زمین میفرستن، میبینیم که تا چه اندازه اینها همه مضر هستند. یک نگاه خیلی ساده به
جو زمین به ما نشون میده که تقریبا این جو 79% از گاز نیتروژن تشکیل شده که مستقیما کاری به کار ما نداره. منتها 27% از این جو اکسیژنه که اون فوق العاده برای ما لازمه و بقیهش که کمتر از درصدی هست اون از گازهای دیگه‌ای مثل متان و گاز کاربونیک و غیره تشکیل میشه. منتها تعادل به خصوص این ترکیب خودپا نیست. یعنی این تعادل تنها به صورت اینجور میمونه که ما این جنگل‌های وسیع رو داشته باشیم که این جنگل‌ها بیان گاز کربونیکی رو که ما به جو داریم میفرستیم از طریق مواد فسیلی که داریم میسوزیم، یعنی سوختن زغال سنگ یا نفت یا گاز، همش ایجاد گاز کربونیک میکنه. این گاز کربونیک میاد به جو زمین میره و بعد سریعا میبینیم اون ترکیب عوض میشه و وقتی این ترکیب عوض شد اون وقت عواقب وحشتناکی داره، در حالی که این درخت‌ها کارشون اینه این گاز کربونیک رو میگیرن میشکنن و اکسیژن که برای بقای بشر لازمه به هوا میفرستن. در نتیجه میبینیم با اینکه ما خودمون رو مالک زمین میدونیم ولی حقیقتا ما زندگیمون به طور کامل وابسته به بقای سایر موجودات مثل جنگل هاست. جناب دکتر بیات خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. اجازه بفرمایید از بینندگان عزیز خواهش بکنم به یک قطعه برنامه کوتاه توجه بفرمایند تا ما صحبتامون رو با آقای دکتر بیات ادامه بدیم. بینندگان بسیار عزیز، از اینکه این اوقات رو با ما میگذرانید بسیار تشکر میکنم. ما امروز با جناب دکتر محمد قاسم بیات درباره مسائل مربوط به تولید انرژی، علل خصوص نفت و گاز و ارتباط اونها با محیط زیست و به طور کلی مشکلاتی که ما امروزه در محیط زیست با اون روبرو هستیم به صحبت نشستیم. برای اون دسته عزیزان که با ما نبودند خیلی مختصر عرض میکنم که جناب بیات در مورد مسائل تولید انرژی به خصوص نفت و گاز و مشکلاتی که ما به خاطر ازدیاد جمعیت و مصرف زیاد با اونها مواجه هستیم صحبت‌هایی فرمودند. آمار خیلی دقیق و آموزنده‌ای رو با ما در میان گذاشتند و الان در مورد مسائل مربوط به محیط زیست از جمله جنگل‌ها و وضع جو و اتمسفر مطالبی رو برای ما توضیح دادن و حالا با اجازه شما صحبتمون رو با ایشون ادامه میدیم. جناب دکتر بیات، میخواستم خواهش بکنم در مورد یک نکته دیگری که بازارش خیلی داغ هست در ارتباط با محیط زیست و اون مسئله گرم شدن در واقع محیط زیست هست.
حرارت کره زمین در حال بالا رفتن به خاطر نوع انرژی هایی که ما داریم مصرف میکنیم و این میتواند بسیار مضر باشد. خواهش میکنم که توضیحاتی در این زمینه بفرمایید. جناب دکتر معین، این موضوع گرمای گلخانه‌ای یا گلوبال وارمینگ ناشی از افزایش درصد گاز کربونیک در هوای جو زمین هست. یعنی به همون ترتیبی که شیشه های یک گلخانه اجازه میده نور خورشید وارد گلخانه بشه و چون فرکانسی اون عوض میشه نمیتونه همون مقدار حرارتی که اومده داخل گلخانه خارج بشه، در نتیجه درون گلخانه گرمتر از خارج گلخانه میشه. گاز کربونیک دقیقاً یک چنین کاری رو میکنه. یعنی نور خورشید وقتی به مولکول‌های گاز کربونیک میخوره مقدار حرارت وارد زمین میشه و بعد این حرارت نمیتونه مجدداً خارج بشه، در نتیجه به تدریج درجه حرارت بالاتر و بالاتر میره. و خدمتتون عرض کردم که متاسفانه گاز کربونیک یکی از فراورده هایی هست که در نتیجه سوختن انرژی فسیلی، سوخت فسیلی ایجاد میشه. یعنی چه زغال سنگ، چه نفت، چه گاز رو وقتی ما میسوزونیم گاز کربونیک ایجاد میشه. و به صورت قاطع میتونیم بگیم که گاز کربونیکی که به وسیله گیاهان و درختها در طول چند صد میلیون سال از جو زمین گرفته شده و در زیر لایه‌های خاک به صورت نفت و گاز پنهان شده بوده، در طول یک قرن گذشته قسمت اعظم اونها رو ما کشف کردیم، میسوزونیم و به هوا میفرستیم. در نتیجه به تدریج هوای زمین رو به گرم شدن هست. حالا عواقب اون در رابطه با این گرمای گلخانه‌ای این هست که این افزایش درجه حرارت که از بالا رفتن درصد گاز کربونیک هست به تدریج سبب خشک شدن گیاهان و درختان میشه و همچنین به تدریج سبب ایجاد خشکسالی میشه. مثلا همین الان در قسمت‌های از افریقا ما خشکسالی‌هایی داریم که ناشی از این گرم شدن تدریجی درجه حرارت است. حالا وقتی که این خشکسالی‌ها بیاد حتی در مناطق معتدله هم می‌بینیم که تولید غلات کمتر میشه، در نتیجه رساندن غذا به جمعیت زمین دچار اشکال خواهد شد. یکی دیگه از عواقب اون این است که به تدریج به علت گرم شدن هوا یخ‌های قطب‌ها شروع به آب شدن می‌کنن و این رو ما در تلویزیون همیشه می‌بینیم که نشون میدن چه مقدار از یخ‌های قطب شمال و قطب جنوب در حال آب شدن هست و این یخ‌ها بزرگترین منابع آب شیرین هستند در دنیا. و وقتی این آب شیرین که آبی هست که درش نمک نیست به دریا میره، این عوض شدن ظرفیت مخصوص آب دریا سبب میشه که به تدریج از حرکت گالف استریم که آب گرمی هست که از مناطق گرمسیر میاد مثلا به شمال اروپا میره، این به تدریج آهسته و آهسته تر خواهد شد تا متوقف بشه و نتیجه اون این خواهد شد که کره زمین مجددا به عصر یخ باز میگرده. یعنی شروعش از گرم شدن، منتهاش متاسفانه بازگشتن به عصر یخ است. برای اینکه ببینیم تقریبا چه تغییراتی مثلا از 1950 تا به حال در دو مشخصه، یکی هوای زمین و یکی درصد گاز کربونیک در هوا انجام شده، کافیه من خدمتون بگم که فقط 1 درجه تقریبا معدل عمومی هوای جو زمین بالا رفته. در ظاهر برای ما 1 درجه سانتیگراد فوق العاده کمه، ولی باید توجه بکنیم که قسمت اعظم این افزایش درجه در جاهایی هست که عواقب خیلی زیادی داره و این 1 درجه سانتیگراد از 1950 تا به حال تقریبا ناشی از 60 پارتس پر میلیون، ذره در 1 میلیون ذره از وجود گاز کربونیک در هواست. همینطور که میبینین این تغییرات فوق العاده کوچک است ولی عواقبش فوق العاده زیاده. خیلی ممنونم. ما در بازرسانه‌های عمومی میبینیم صحبت و نوشتجات خیلی زیاد در مورد عواقب این گاز کربونیک هست، اما راجع به گازهای دیگه هم که میتونن مضر باشن چیزی شاید به اون صورت لااقل نوشته نمیشه یا زیاد راجع به صحبت نمیشه، ولی گازهای دیگری هم هستن که میتونن مضر باشن. کاملا. مثلا گاز متان حدود 30 برابر مضرتر هست از گاز کربونیک. حالا از خودمون میپرسیم گاز متان از کجا میاد؟ قسمت عظیمی از گاز متان که داره به جو زمین میاد به دلیل شکسته شدن لوله های گازی هست که در سراسر دنیا وجود داره یا در بسیاری از مناطق نفتخیز دنیا اینها هنوز گاز رو نمیسوزونن، گازی که نمیتونن به کارش ببرن، بلکه اینها رو به جو زمین میفرستن
و مثلا حتی مزرعه شالیزار برنج اگر فکرشو بکنیم مقدار زیادی گاز متان ایجاد میکنه. نتیجه اینها هست که مثلا این گاز تا این اندازه مضر هست. گازهای دیگه هم البته هست که اینها بسیار مضر بودن، منتها به نظر میرسه که جامعه بشری راهشو پیدا کرده اونو حل کنه. یکی از این گازها گاز CFC است. که این گاز CFC در گذشته ما به کار می‌بردیم برای تهویه مرکزی و برای یخچال به کار می‌بردیم، برای کولر و اینها به کار می‌بردیم. منتها این گاز فوق‌العاده مضره، چون وقتی که این دستگاه‌ها خراب بشن یا سوراخ بشن و این گازشون به هوا بره، هر کدوم از این مولکول‌های گاز شاید تا صدها هزار مولکول گاز اوزون که ترکیبی هست از 3 تا اتم اکسیژن رو اینا رو میشکنن. وقتی اونا رو شکستن، این گاز اوزون تنها گازی هست که اشعه های مضر خورشید آلتراوایولت رو جذب میکنه و در نتیجه در حال حاضر ما میدونیم که در یک قسمت های از جو زمین سوراخ های گاز اوزون پیدا شده، در نتیجه نور خورشید میاد و موجوداتی که در اون قسمت ها هستن، مثلا در جنوب امریکای جنوبی مثلا مقدار زیادی خرگوش پیدا کردن، اینا همه نابینا هستن. چرا که میرن به ماشین ها میخورن و میمیرن و این به دلیل هست که اینا بیچاره‌ها چشم هاشون پلک نداره. منتها این رو جامعه بشری جلوشو گرفته، یعنی در حال حاضر این گاز دیگه تولید نمیشه و ما گازهای دیگه‌ای پیدا کردیم که برای یخچال و کولر داریم به کار میبریم. از سال 1950 تا کنون جمعیت زمین از کمی بیشتر از 2 بیلیون رسیده به کمی بیشتر از 6 بیلیون، یعنی 3 برابر شده. خب ضمن اینکه جمعیت اینقدر بالا رفته و تا این اندازه احتیاج به منابع بیشتر داره برای زندگیش، میبینیم که جنگل ها و درختانی که در مناطق استوا هستن تقریبا نصفشون از بین رفته، یعنی حدود 3 بیلیون هکتار که حدود نصف جنگل‌های این مناطق جهانه همه تا به حال از بین رفته. می‌بینیم که ضمن اینکه جمعیت داره بالا میره، به جای اینکه ما درختکاری بیشتری بکنیم و بیایم و ایجاد محیطی بکنیم که این جمعیت بهتر و سالمتر بتونن زندگی کنن، ما سبب زندگیشون رو داریم ازشون میگیریم. باز برمیگردیم همون یکی بر سر شاخ و برو میبریم. در این سالهای اخیر صحبت‌های خیلی زیاده شده در مورد معاهده هایی که درباره محیط زیست بسته شده در واقع در دهه گذشته در برزیل و بحثی که امروزه علی خصوص خیلی زیاد می‌بینیم که رایج است در مورد این معاهده یا به اصطلاح پروتکل توکیو هست. میتونم در این مورد خواهش بکنم توضیحاتی بفرمایید؟ بله، عرض کنم که یکی از عواقب گرم شدن هوا که در بعضی از نقاط زمین ما فوق‌العاده بهش آشنایی پیدا کردیم، این طوفان‌های شدیدی هست که مثلا در سواحل جنوبی امریکا یا در امریکای جنوبی داره پیش میاد، حتی در پاره دیگه از مناطق دنیا مثل اندونزی و غیره. خسارتی که این طوفان‌ها به بسیاری از مناطق مسکونی در اطراف این قسمت ها زدن اون اندازه هست که دنیای بیمه رو شدیداً به خطر انداخته و نگران و هراس از این دارند که اگر این گرمی هوا ادامه پیدا بکنه، این شرکت های بیمه همه از کار بیکار خواهند شد و شکست خواهند شد. آمار مثلا 2 یا 3 ساله اخیر نشون میده که تا چه اندازه این خسارات برای این شرکت های بیمه در امریکای جنوبی و خصوصا در امریکا، در جنوب امریکا وحشتناک بوده. به این دلیل بود که پس از کنفرانس بزرگی که در برزیل تشکیل شد که درباره همه کره زمین بود، کشورها به این توافق رسیدند که در کیوتو که یک دهکده‌ای هست در ژاپن دور هم دیگه جمع بشن و بیان قراردادی ببندن که این قرارداد سبب بشه شاید راهی برای کنترل اینها پیدا کنن. به صورت خیلی ساده اگر بخوام خدمتتون بگم که اصل این قرارداد کیوتو چی هست، به این صورت هست که همه کشورهای صنعتی شده باید بیان تولید گاز کربونیکشون رو، که البته نشانه درجه صنعتی بودن این کشورهاست، چون شما هر کاری که برای انرژی انجام بدین مقداری گاز کربونیک تولید خواهد کرد. درجه تولید این گاز کربونیکشون رو به 5% زیر اون چیزی که در سال 1990
90 تولید میکردن برسونن، که البته برای کشورهای فوق العاده صنعتی شده مثل اروپای غربی یا امریکای شمالی این فوق العاده سخت و گران هست. ولی حقیقتش اینه که این کار باید انجام بشه تا شاید ما بتونیم راهی برای به کار بردن انواع دیگه انرژی که نتیجه اونها گاز کربونیک نیست پیدا بکنیم. جناب دکتر بیات، شما خب توضیحات مفصلی فرمودید در مورد انواع انرژی و اینکه انرژی هایی که حالت فسیلی دارند اینها تولید گاز کربونیکشون خیلی زیاد است و برای محیط زیست مضر هستند. میخواستم از شما خواهش بکنم بفرمایید که آیا اینها به مرحله رسیدن که بتونن جایگزین انرژی های فسیلی بشن که کمتر به محیط زیست لطمه بخوره؟ این امید ماست و این برنامه‌های آینده جامعه بشری هست که دقیقاً این کار رو انجام بدن. متاسفانه باید بگیم یکی از دلایلی که سبب شد انواع دیگه انرژی نتونن به اون حدی که لازمه توسعه پیدا کرده باشن، درشون ابداعات جدید شده باشه و کاربردشون بالا بره، قیمت ارزان نفت و گاز بوده که در دنیا فوق العاده آسون بود پیدا کردنش. ولی همچنین که این قیمت ها در حال بالا رفتن هستند، انواع دیگه انرژی هم میتونن به تدریج از نظر اقتصادی با صرفه بشن و در نتیجه شرکت های بزرگ و ممالک مختلف در ایجاد این انرژی ها سرمایه گذاری های بیشتری کنند. درباره انواع انرژی میتونم خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر هنوز هم حدود 80% از انرژی اصلی که در دنیا به کار میره یا 90% از انرژی که در صنایع به کار میره از انرژی های فسیلی است، زغال سنگ، گاز و نفت. و نوع دوم انرژی که سابقه طولانی ما باهاش داریم در صنایع انرژی اتمی هست که این انرژی اتمی در حال حاضر حدود 6% از عرضه انرژی و حدود 16% از الکتریسیتی دنیا، برق دنیا رو ایجاد میکنه. مشکلی که ما با انرژی اتمی داریم در دنیا این هست که حقیقتاً مسائل مربوط به انبار کردن فراورده های انرژی اتمی که مواد رادیواکتیو هست ما هنوز نتونستیم راهی که قابل قبول باشه و بی خطر باشه پیدا بکنیم. احتیاج به سرمایه گذاری های فراوان برای تحقیق و پیدا کردن راههایی هست که ما بتونیم این انرژی رو به صورت سالم و بی خطر در اختیار بشر بگذاریم. وگرنه این مواد رادیواکتیو اگر در هر جا آزاد بشن عواقب فوق العاده وخیمی دارند. مثلا همه خاطرتون هست در دهه‌های گذشته انفجار راکتور اتمی در اون زمان روسیه در چرنوبیل و عواقب وحشتناکی که اون داشت. یکی دیگه از انواع انرژی که در دنیا خیلی متداول شده و منافع مختلف داره انرژی هست که از طریق توربین‌های آبی میاد و این توربین‌های آبی رو در سدها به کار می‌گذارند که آب رودخونه‌ها در پشتش جمع میشه و بعد این آب توربین‌های رو میچرخونه که این توربین‌ها ایجاد برق میکنن. مثلا در قسمتی از اروپا میتونیم بگیم تقریبا 1/3 انرژیشون از این نوع انرژی داره میاد که مفیده. منتها ما دنبال انواعی از انرژی هستیم که این انرژی ها قابل ایجاد مجدد باشن. مثلا مثل انرژی خورشیدی. چون تا اونجایی که ما میدونیم برای مدت بسیار طولانی که حتی تصورش هم فعلا برای ما مشخص نیست انرژی خورشید هر روزه به قسمت زیادی از کره زمین میرسه. اگر ما بتونیم این انرژی خورشیدی رو خیلی بیشتر و بهتر و مؤثرتر مهار کنیم از اون که تا به حال کردیم، قسمت عظیمی از مصرف انرژی دنیا رو به این طریق تأمین خواهد کرد که این یکی از بی‌ضررترین انواع انرژی خواهد بود. یک نوع دیگرش این هست که از انرژی باد استفاده بکنیم. مثلا ما میدونیم که در ساختمان معماری بسیاری از شهرهای قدیمی ایران اینها همه از باد استفاده میکردن برای که هوای خونه هاشون رو خنک‌تر کنن، مثلا مثل کرمان یا یزد. و بعدها ما آسیاب‌هایی رو درست کردیم که از انرژی باد استفاده میکردن و اینها برای آرد کردن مثلا گندم به کار میبردن. الان در بسیاری از نقاط امریکا، نقاط اروپا، حتی جاهای دیگه دنیا شما این توربین هایی رو میبینید که به وسیله آسیاب های بادی در جریان هستند و روز به روز بر این نوع از انرژی داره اضافه میشه. بنابراین مقدار زیادی مربوط به سرمایه گذاری هست. تکنولوژی اینها باید پیشتر بره
تا اونجایی که من میدونم تعدادی از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا سالانه مقدار عظیمی که از چند بیلیون دلار در سال تجاوز میکنه دارن صرف مثلا انرژی خورشیدی میکنن، منتها در مقایسه با سرمایه گذاری که در تحقیقات و اکتشافات نفت و گاز هنوز میشه قطره‌ای است در مقابل دریا. ولی خب اینها نشون میده که در جهتی که جامعه بشری و صنایع دارن حرکت میکنن این جهت درستی هست. خیلی ممنونم جناب دکتر بیات. ما تقریبا داریم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. میخواستم از شما خواهش بکنم توضیحی بفرمایید در مورد مسئولیت‌های فردی که در نشست گذشته هم به اون اشاره فرموده بودید که در ارتباط با استفاده انواع مختلف انرژی و میزان استفاده و در این حال ارتباطش با محیط زیست که مسئولیت فردی ما چه هست در این زمینه. ما به این مطلب از دو زاویه میتونیم نگاه بکنیم. یکی از یک زاویه خودخواهانه و یکی از یک زاویه انسانی و هر دو هم در سطح فردی و هم در سطح جامعه قابل عمل هستند. اگر به صورت یک جامعه از دید خودخواهانه به این مسئله نگاه بکنیم، یکی از راه‌هایی که برای کشورهای غنی و ثروتمند و مقتدر دنیا وجود داره این هست که بیان اینها منابع نفتی که هنوز در دنیا تمام نشده اینا همه رو برای خودشون بگیرن و به کار ببرن، که البته میدونیم آنچنان که جامعه بشری داره حرکت میکنه این عملی بسیار مذبوحانه است، نتیجه خوب نخواهد داشت و این کشورهای مقتدر هم به عواقب بسیار ناگواری در این زمینه خواهند رسید. تا اونجایی که مربوط به افرادم هست، اگر به صورت خودخواهانه به این موضوع نگاه بکنن، هر کس میاد میگه چون من امکاناتش رو دارم تا اونجایی که میتونم در مصرف انرژی افراط میکنم. این هم باز نتیجه خوبی نداره و مطابق اعتقادات بهایی ما معتقد هستیم که انسانها هم وجدانشون در حال تقلیب هست. یعنی مثلا اگر تا 50 سال قبل در خیلی از جاهای دنیا هنوز به سادگی افراد راجع به بردهداری صحبت می‌کردند، امروز این خیلی معدود هست جاهایی که یک فرد میتونه راجع به این موضوع حرف بزنه بدون اینکه وجدانش او رو آزرده بکنه. در نتیجه وجدان بشری هم در حال تغییر است. بنابراین افراد قدرتمند هم در سرزمین‌های غنی و قدرتمند جهان به تدریج دارن متوجه میشن که وجدانشون بهشون اجازه نمیده حتی اگر تواناییشو داشته باشن در بکار بردن منابعی که حقیقتا مال همه بشر هست افراط بکنن. میبینیم در کشورهای بزرگ، شما اشاره کردین، انواع و اقسام حرکت‌ها به وجود اومده که این حرکت‌ها نتیجهش این هست که ما یک جامعه عادلانه تری بسازیم، هم برای خودمون هم برای دیگران. حالا اگر جنبه خودخواهانه اون رو کنار بگذاریم و عواقبی که در رادیو تلویزیون دائما می‌بینیم درباره‌اش، جنگ‌ها، لشکرکشی‌ها و غیره، از دید انسانی بیایم بهش نگاه بکنیم، به اعتقاد بهایی حقیقتاً هیچ راهی جز همیاری و همکاری وجود نداره. یعنی اگر تاریخ بشر رو ما بیایم به 2 مرحله تقسیم بکنیم، تا این اواخر شاید هنوزم در بعضی از جاهای دنیا اون چه که افکار بشری رو هدایت میکرد این احساس رقابت بود و در احساس رقابت هر کس سعی میکنه برای خودش هر کاری دوست داره بکنه. اون چه که در دنیا به الهام از تعالیم دیانت بهایی داره اتفاق میفته و عوض داره میشه این هست که این رقابت‌های بی خاصیت و مضر داره تبدیل به همیاری و همکاری میشه. بنا به اعتقادات بهایی بزرگترین بیماری جامعه بشری در این روز نشناختن این حقیقت است که آحاد جامعه بشری و جوامع بشری همه یکی با هم هستند. وقتی ما این یگانگی ارگانیک جامعه بشری رو شناختیم، اون موقع وجدان تک تک ما و جوامع ما ایجاب میکنه که ما با هم دیگه شروع بکنیم و همکاری بکنیم و در گذشته هرگاه پیشرفتی در هر قسمت دنیا بوده میبینیم این نتیجه همکاری گروهی در اونجا شده. خب حالا برمیگردیم راجع به نقش فردی صحبت میکنیم. اشاره مختصری به این قبلا خدمتتون کردم و اون این هست که اخلاق شخصی ما باید عوض بشه. انتظارات و زندگی شخصی ما باید عوض بشه و این ارتباط به این نداره که آیا ما راه‌های دیگه انرژی رو هم که بی خطرتر هستن و ارزانتر هستن پیدا خواهیم کرد یا نه. تصور این که یک انسانی
در یک شهر 5 یا 10 یا 20 میلیونی زندگی بکنه برای وجدان آگاه یک انسان چیز سختیه. انسان احتیاج به طبیعت داره، دوست داره سبزی رو ببینه، گیاه ببینه که روح انسانی رو به تراوت میاره. در نتیجه تغییراتی هم ما باید در ساخت زندگیمون بدیم. مسئولیت فردی ایجاب میکنه که هر یک از ما دست از افراط و تفریط در مصرف منابعی که این منابع مال همه است برداریم. همونطوری که در یک خانواده یک فرد خانواده به خودش اجازه نمیده که هر چقدر امکانات خانواده است فقط برای خودش به کار ببره، به همین ترتیب یک فرد جامعه بشری هم این اجازه رو به خودش نخواهد داد. و وقتی که ما آگاهانه از خودمون سوال بکنیم که مثلا درست کردن یک غذای گوشت خیلی بیشتر از این انرژی میبره که از خوردن اون غذا نصیب ما میشه، شروع میکنیم به فکر کردن این که آیا ما هر روز باید گوشت بخوریم یا نه. وقتی که به حجم زیاد آبی که هر کدوم از ما در دنیای پیشرفته این جهان داریم به کار میبریم فکر بکنیم که این آب در قسمت اعظمی از دنیا جزء نوادر شده و مشکلات عجیب آینده بشری درباره آب خواهد بود، هر یک از ما در مصرف اون شروع میکنیم دقت کردن. این وظیفه فردی به تدریج تبدیل میشه به اراده تک تک آحاد که تبدیل میشه به یک اراده جمعی و اراده جمعی عکس العملش در اراده اون جامعه و حکومت اون جامعه خواهد بود. یعنی وقتی که آحاد یک جامعه بگن ما جنگ نمیخواهیم و دنیا باید به طرف خلع اصلاح عمومی که یکی از تعالیم دیانت بهایی بره، اون موقع میبینیم که حکومات این جوامع راههای دیگری برای حل مشکلاتشون پیدا خواهند کرد. وقتی یک جامعه بیاد بگه که ما مشکلاتمون با بقیه دنیا به این دلیل هست که بیماری ها بقیه دنیا رو گرفته، نادانی و کمبود آموزش و تربیت بقیه دنیا رو گرفته، اون موقع میبینیم که حکومت های جمعی ما هم شروع میکنن مطابق اراده آحاد ملت رفتار میکنن و همونطور که قبلا خدمتتون گفتم این مسئله برمیگرده به مسئله وجدان و آگاهی شخصی. در دیانت بهایی با اینکه تاکید فراوان به حق و حقوق فردی هست، شاید در دیانت بهایی بیش از هر یک از ادیان آسمانی دیگه ما درباره حق و حقوق یک فرد تعالیم داریم. حقوق مساوی خانم ها با آقایون، حقوق فرزندان در خانواده، حقوق خانواده برای حقوق انسانیش، حقوق جامعه برای صلح و صفا، حقوق فرد برای کار، حقوق فرد برای درآمد، حقوق فرد برای یک محیط سالم که بی خطر باشه، حقوق فرد برای اینکه بتونه هر طور میخواد عبادت کنه و ستایش کنه. همه این حقوق برمیگرده به مسئولیتی که هر یک از این افراد دارن. به عبارت دیگه از این دید تعالیم دیانت بهایی درباره موازنه حقوق با مسئولیت‌های فردی است. در نتیجه به عنوان یک بهایی وقتی شما به دنیا نگاه می‌کنید و این آموزش‌ها رو به بقیه مردم دنیا می‌رسونید، می‌بینید که حرکت‌های متعددی در دنیا ایجاد خواهد شد که این حرکت‌ها اهدافشون آموزش و تربیت مردم دنیاست، بالا بردن حقوق و امکانات خانم هاست و تحصیلات برای اونهاست، به تدریج خلع اصلاح عمومی است، به تدریج ایجاد یک نوع قوای بین المللی برای حل و فصل مسائل جهانی است و دنیا جنبه دیگه‌ای به خودش خواهد گرفت. از این راه هست که ما میتونیم همه این مشکلات رو با هم دیگه انجام بدیم و وقتی منابع عظیمی که در حال حاضر داره تلف میشه در جنگ ها و اقدامات اشتباهی که ملت ها میکنن، اگر این حتی ذره‌ای درصد کمی از این انرژی ها و از این توان مالی و توان فکری در راه ایجاد و پیدا کردن انرژی های دیگه‌ای برای جامعه بشری بشه، شما خواهید دید که به سادگی این مسائل تک تک قابل حل خواهد بود و جامعه بشری به حقیقتی که دنبالش هست، یعنی رفاه عمومی، سعادت عمومی، روحانیت برای همه خواهد رسید. بی نهایت ممنونم از توضیحات شما جناب دکتر بیات و شکی ندارم که این آگاهی که برای ما حاصل شده در نوع زندگی ما، رفتار روزانه ما در مصرف انرژی، مسائلی که به ظاهر ممکنه خیلی ساده و پیش پا افتاده بیاند، باعث بشه که دوباره ما بهش فکر بکنیم و ببینیم که چطور میتوانیم به محیطی که در اون زیست میکنیم کمک بکنیم و این رو به عنوان
یک میراث خوب برای آینده و فرزندان آیندهمون به جا بگذاریم. امیدوارم که به زودی فرصت دیگری دست بده با شما بتونیم به صحبت و مذاکره بنشینیم و بیشتر از معلومات غنی و وسیع شما استفاده ببریم. مجددا خیلی متشکرم از وقتی رو که به من دادید که با بینندگان و شنوندگان برنامه تلویزیونی آیین بهایی صحبت کنم و امیدوار هستم باز همین سعادت رو در آینده داشته باشم. قربان شما. بینندگان عزیز، همینطور از شما عزیزان که به این برنامه توجه می‌فرمایید سپاسگزاری می‌کنم. همونطور که توجه فرمودید این برنامه توجهش به مسئولیت فردی و مسئولیت اجتماعی است و در آیین بهایی تعالیم فراوانی وجود داره در مورد مسئولیت فردی. طریق عمده و اساسی ایجاد این مسئولیت در هر یک از ما مسئله تعلیم و تربیت هست و البته علاوه بر این جناب دکتر بیات به مسئله مسئولیت اجتماعی اشاره فرمودند و اون لازمش این هست که علاوه بر این که هر یک از ما مسئولیت فردی خودمون رو بهش آگاه باشیم و عمل بکنیم، در یک سطح اجتماعی در نظام کلی و در واقع جهانی باید چه اصلاحات و تغییراتی به وجود بیاد و البته اون خودش موضوع یک بحث دیگری، زیرا که در آیین بهایی تعالیم بسیاری هم در مورد تغییرات اجتماعی و بهبود وضع اجتماع و تصمیم گیری ها در سطح جهانی وجود داره و انشاءالله ما در نشست‌های دیگر به این مطالب هم خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که در هفته آینده با ما باشید و باز بتوانیم در مورد یکی دیگر از تعالیم آیین بهایی و ارتباط این تعالیم با مسائل اجتماعی و مسائل روز با هم به گفتگو و مذاکره بنشینیم. مجدداً از شما سپاسگزاری می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. جان و روانتان خوش باد. بینندگان عزیز، تماس‌های محبت آمیز خود را با ما حفظ کنید و نظرات و پیشنهادهایتان را با این شماره تلفن و فکس با تهیه کنندگان برنامه در میان گذارید. 202 747 3700 و این هم آدرس ایمیل ما info@bahaiview.org.
برای مشاهده مجدد برنامه‌های آیین بهایی، این سایت اینترنتی ویژه در دسترس عموم است. www.bahaiview.org